راستی بسیاری ها با من سوال میدهند که پرول کامپیوترمون رو فراموش کرده هستیم، چه خیلی درویم به کامپیوترمون، یعنی چه خیلی پرول رو وستنامید کنیم، پرول رو شکنیم. برای اینکه ما پرول کامپیوترمون رو هیچگاه فراموش نکنیم یا اینکه در دلخواه وقت آن رو شکنیم یا که عوض کنیم، پس این ویدیو رو از اول تا آخر تماشا کنید. رفتیم. حاضر من راستیگه پرول کامپیوترم رو فراموش کرده هستم، ولی برای این زیق نمیشوم. من یک فلش کارت دارم، این رو در کامپیوتر میزنم و نگاه کنید کامپیوترم رو فعال میگردونم. حاضر کامپیوتر از من پرول میپرسد. من در اینجا فلش کارتم رو زدگی هستم و نگاه کنید و پرولی که پیش من در کامپیوتر داشتم آن رو زده استودم. متاسفانه ممکن من کمی فراموش کرده هستم، برای همین نمی‌درآید به کامپیوتر. نگاه کنید از اینجا اینا پخش میکنم. خب неверно имя пользователя или пароль менеса، یعنی که خلاص که پرولی که من زده استم خطا است، یعنی فراموش شده است. برای این می‌درآیم وستنامید پرول. از اینجا ماستر بروسا پرول میبرد، از اینجا دالی رو پخش میکنیم، از اینجا فلش کارت انتخاب میشود، بعدا تکمچه دالی رو پخش میکنم، از اینجا ویدیت نوی پرول میبرد، یعنی پرول نو فکر کردن میگذاریم. فرض کردیم 1 2 3 این پرول نوی ما هست و در پایان این پرول رو تکرارا وارد میکنیم 1 2 3. از اینجا تکمچه دالی رو پخش میکنیم. اکنون پرول ما شکسته شد، از اینجا تکمچه گاتووا رو پخش میکنیم و پرول نوی که ما وارد کردیم این 1 2 3 است. از اینجا اینتر رو پخش میکنیم. اکنون کامپیوتر من گشوده شد، یعنی چخیل من پرول رو شکستم، فلش کارت رو چگونه من تیار کرده هستم. اکنون از نول به شما نشان میدهم. رفتیم. در اول برای ما یک فلش کارت لازم است و اون فلش کارت رو در کامپیوتر میزنیم. اکنون نگاه کنید میداریم به کامپیوتر. انا این فلش کارتی که ما در کامپیوتر گذاشته هستیم. خب بعدا چیکار میکنیم؟ با پوست در اومده از اینجا پنل управления، از اینجا учетные записи пользователей میداریم، بعدا از اینجا учетные записи пользователей. بعدا نگاه کنید وقتی که شما در کامپیوتر پرول دارید و باز باید فلش کارتتون رو در کامپیوتر گذاشته باشید. از اینجا создание دискети بروس پرول رو انتخاب میکنیم. بعدا از اینجا همین خیلی روزانه پیدا میشود ماستر забытых پرول. از اینجا دالی رو پخش میکنیم، از اینجا فلش کارت رو انتخاب کرده، از اینجا دالی رو پخش میکنیم. بعدا پرولی که حاضر کامپیوتر شما دارد آن رو داخل میکنید. از من 1 2 3 هست. بعدا دالی رو پخش میکنیم. از اینجا این روزانه برای شما نمیبراید، از من یک بار که ساختگی است این پیدا میشه. از اینجا من ده رو پخش میکنم، از اینجا ده. بعدا این خب ماستر забытых پرول با کار میداره. از اینجا دالی رو پخش میکنم، از اینجا گاتووا رو پخش میکنم. تمام. در فلش کارت شما یک فایل با نام نگاه کنید userkey.psv ساخته می شود، یعنی همین فایل پرول شما رو در دلخواه وقت میشکند، یعنی شما فراموش کرده باشید و
флеш-картаро мезанед, забил паролро пахш мекунед ва ҳамин файлро мехонад. Аз шумо пароли нав мепурсад компютер ва пароли навро фикр карда мезанед, баъдан ба компютератон ворид мешавад. Ягон ҷои мушкилӣ надорад. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, ҳатман ба видео лайк зуред, ба канали мо обуна шавед. То видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.